سلام دوستان، امروز اومدیم با یه آموزش خیلی خوب و خفن اینکه چجوری بتونی با گان دوم داخل مولتی بتونی طرف فینیشر کنی. خب این روش واسه نایف ها و مثلا این گان های سنگین مثل RPG، FHG یا SMRS قابل انجامه. به این طور که این دکمه سویچ رو اگه داخل مولتی فعال نکردی حتما برید فعالش کن. اگه خواستین روش فعال‌سازیش هم واسهتون میگم. ببین میدین که پشت انمی همزمان موقعی که میخواین بزنین رو دکمه فینیشن همزمان بزنین رو دکمه سویچ. اینجوری میشه که میتونین با اون گان دومتون انمی رو فینیشر کنین. من الان با چیز نشونتون میدم، مثلا FHG البته میگم. اینجوریه که خیلی قشنگ و زیبا میتونین چیز کنین، فینیشر کنین طرفو. اگه خواستی آموزش‌های دیگه‌ای هم هست حالا میتونید به بقیه فیلم هم نگاه کنین و استفاده کنین. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه.